از خط شیرازه طاقی چکن سر می شود از نگاهی مهرباری دختران شهر من از سرود مادر شیرین سخن سر می شود که تحکیم اصالت وطنداری را رسالت خود در تمام طول عمرشان می‌دانستند شادروان اصل‌الدین دوستی بودند. بدبینان وطن ما هست که حکومت ما در سینای حکومت شهر کلاب و حکومت مرکزی از ژورنالیستان منتقد، از ژورنالیستان انتقادگر، از ژورنالیستانی که در رسانه‌های خصوصی یعنی غیر رسمی کار می‌کردند هیچ وقت خود را کنار نگرفته است. سالهای 75 وقتی که ما در تکنیکال پدتکنیکی می‌خواندیم اکه اصل‌الدین قریب که هر روز بمردن و به مصلحت یکدیگر خیلی سعی گفتن در اینجا یک تکنون در آب تر کرده با هم می‌خوردیم. در اصل‌الدین بسیار یک دعوای خوب است اگر همین با در خوابگاه زندگی کنیم. انسانگری اصلین دوستی که گفتم من در این باره چیزی گفتن نمیخواهم چون که نصف شهر نصف جمهوری نصف دنیا اینو میدونن. سایر میزرو من شادروان اصل‌الدین دوستی را شناختم. در واخوری اول بسیار ترسیدم از این نفر. من کم از نفرانه میترسم. ما 10 سال یک جا خواندیم. من گپی بسیار نمیزنم. او دلیر و تحمل پذیر بود. ای جهان آب و گیل، ای جهان آب و گیل، تا من تو را بشناختم 100,000 مهنت و رنج و بلا بشناختم. من اصل‌الدین خدای شما را به شهر کلاب باستانی و خانه خودتان خیر مقدم کنید. افتتاحیه را به محترم رئیس شهر کلاب نظرزاده بختیار خدایان می‌دهیم. برای ما ساکنان شهر کلاب مایه افتخار و سربلندی است که جوانمردانی با ننگ و ناموس این شهر باستانی دائما با کار و پیکار سازنده خود نامبرداری وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال می‌گردند. از چنین شخصیت‌های ورزیده ملت که تحکیم اصالت وطنداری را رسالت خود در تمام طول عمرشان می‌دانستند شادروان اصل‌الدین دوستی بودند. استاد اصل‌الدین دوستی خیلی برمحل ما را ترک گفتند. همگی 64 سال عمر داشتند. با گذشت قریب 1 سال هیچ باوریمون نمی‌آید که دیگر اصل‌الدین دوستی همراهمون نیست. چونکه پیوسته خاطره‌ها از روزگاری استاد فضای ذهن ما را پر نگاه داشته است. ژورنالیستی برای استاد اصل‌الدین دوستی از نگاه ما تنها یک وسیله روزگذرانی و کسب معاش نبود، بلکه وسیله انعکاس حیات روزمره مردم عادی طریق آینه صاف مطبوعات به حساب می‌رفت. مقوله‌های استاد نه همشون تنقیدی بلکه اصلا تحلیلی واقعیت روزگار بوده خواننده را به اندیشه وادار می‌ساختند. محض همین اصول کار روزنامه‌نگاری آبرو و نفوذ ژورنالیستیکای کلاب را میان روزنامه‌نگاران دیگر مملکت‌ها و منطقه‌ها بلند برداشت. در این راستا استاد نه تنها میان روزنامه‌نگاران بلکه میان دیگر قشرهای جامعه نیز همچون ژورنالیستی اصیل و حقیقت‌نگار محبوبیت پیدا نمود.
дар иҷрои рисолати дӯстиву бародарӣ ва риояи оини ҷавонмардӣ мисли Асдиддин Достир шахсиятҳо хеле каманд. дар ин ҷода устод агар гӯем соҳибмактаб буданд хато намекунем, чунки бисёре аз шогирдонашон маҳз бо ҳамин хислатҳои некӣ ва инсонӣ ки аз шодравон Асдиддин Достир нусха чидаанд дар ҷомеа мақому манзалати хоса ёфтаанд. Шодравон Асдиддин Достир танҳо як журналист набуд. аз адабиёт ва фарҳанги кӯҳанбунёди миллати тоҷик пурра бохабар буда, вобаста ба ин масъалаҳо низ дидгоҳ ва фикру андешаҳои хосаи худро пешниҳод менамуд. дар бораи таронанависӣ ва шеърнависиҳои устод низ бо ҷои хабар дорем. ҳарчанд худашон кӯшиш мекарданд ва барои ин паҳлӯи истеъдоди худ камтар сухан ронданд, ки нишонаи тавозу ва поксолии эшон аст. бубинед, ҳамин як рубоии Асдиддин Достир, ки дар пушти китоби бобои эшон ҳам нашр шудааст, дар вазни маъно аз рубоиҳои аллома Умари Хайюм камӣ надорад. гулу дилбар зи як дил офариданд, ба дунё ишқи комил офариданд, ҳама дарди ҷаҳонӣ ҷамъ карда, аз онҳо хонаи дил офариданд. китоби бобоешон ки ба ҳаёт, фаъолият ва иҷодиёти устод Асдиддин Достир бахшида шудааст, аввалин бор ба хонандагон дар зодгоҳи устод, яъне шаҳри Кӯлоб муаррифӣ мегардад. ин иқдом ки аз ҷониби бародари азизи мо журналисти шинохтаи кишвар устод Сайёфи Мизроб роҳандозӣ гардидааст, барои ҳар як сокини шаҳр мояи ифтихору сарбаландист. бигзор ҷавонони шаҳри Кӯлоб қаҳрамонони ӯро бештару бештар шиносанд ва аз кору пайкори бошарафонаи эшон ҳамчун намунаи ибрат истифода баранд. дар охир бори дигар меҳмононро ба шаҳри Кӯлоби бостонӣ хайрмақдам гуфта таманнои онро менамоем, ки равони устод Асдиддин Достир шод ва хонаи охираташ обод бошад. саломат бошед. устод Сайёф Мизроб медиҳем ва идомаи маҳфилро ба он кас месупорем. марҳамат. саломат бошед. бо арз сипос аз садри аъзам ки лаҷоми суханро ба мо доданд. мо асар интизор набудем. ба ҳар ҳол сипоси беандоза. қабл аз оне ки дар бораи бобоешон Асдиддин суҳбат кунем, ки якояки шумо мешиносед, яке аз шоҳсутунҳои журналистикаи музофот на танҳо дар минтақаи Кӯлоб, водии Кӯлоб, балки дар тамомии Тоҷикистон буданд. журналистика ба чанд қисмат ҷудо мешавад: журналистикаи марказӣ, маҳаллӣ ва музофотӣ. ва устод Асдиддин Достир тавонистанд ки обрӯу мартабаву эҳсони журналистикаи музофотиро ба дараҷаҳои баландтар аз пиндор бубаранд. ҳале ки раиси муҳтарам гуфтанд, матлабҳои таҳлилие ки менавиштанд аз ҳама ҷиҳат меомӯхтанд, интиқоди воқеӣ буданд, зарро аз мис ҷудо мекарданд ва ҳатто ана ҳамун одамҳое ки танқид мешуданд дар матлабҳои бобои эшон, онҳо аз он хафа намешуданд, намеранҷиданд, зеро якояк оҳиста ва пайваста бо факту далел бобоешон исбот мекарданд ки ана ҳамин самту роҳе ки ҳаст, агар ин гуна бишавад, боз хубтару беҳтартар мешавад. ва ҳамун гунае ки гуфтам, қабл аз оне ки бар ситоишу матни бобоешон шурӯъ кунем, ман аз раиси шаҳри Кӯлоб муҳтарам Бахтиёр Назарзода, ки тамомии кӯшишу талошҳоро карданд ки ин китоб рӯи чоп биёрад, аз номи ҳамаи шумо изҳори сипос мекунам. саломат бошед. дастгирӣ кӯмак ба сарпарастии нашри китоби фавқ, ки дар дасти ман ҳам аст ва дар дасти шумо ҳам мерасад, дар ин ҷо аст, баъди муаллифӣ мегиред. ин
نمونه بهترینی انا همون پاسخ با بدبینان وطن ما هست که حکومت ما در سیمای حکومت شهر کلاب و حکومت مرکزی از ژورنالیستان منتقد، از ژورنالیستان انتقادگر، از ژورنالیستانی که در رسانه‌های خصوصی یعنی غیر رسمی کار میکردن هیچ وقت خود را کاملا نگرفته است. حکومت ما با ژورنالیستی که مستقل هست بود و میموند. بارها در برآمدهای خویش سرور دولتمان به واسطه قید کردند که ژورنالیستیکای اختصاصی رسمی خصوصی، حالا میگن غیر دولتی نه خصوصی، ما هممون داخل دولت هستیم، ما یک دولت میسازیم، اینها چشم و گوش ما هستند. ژورنالیستی که حقیقت را به مردم پیشنهاد نمیکنند انا همون به مثل یک دیواری هست که سایه اتون را میبینید اما عکس خود را نمیبینید. ژورنالیستی که واقعی باید آینه باشد که مردم عکس خود را در آن دیده بتوانند. در اینجا برادران بسیار گرامی من اکای فیض‌الدین، اکای کمال‌الدین، اکای نوردین و اپر بیجا نشستن اگر یک بلند میشدن که مردم بدیدن. اکای نوردین، اکای اصلی، اکای کمال‌الدین، اکای اپر بیجا نشدن. اینها خانواده ایشان اصلیدین هستند. در اینجا من نمیدونم پسران نشستن اما زوجه مهربان شما نتوانستند شد. و اما به هر حال ببینید که در یک محیطی که خیلی فرهنگزای بود، فرهنگ نزدیک بود، بابا ایشان اصلیدین تعلیم و تربیت یافتند و از بابا ایشان اصلیدین دیدن ژورنالیستی وطن دوستدار، ملت پرست و کلاب دوست من ندیدم. من را مطمئناً میگم بارها احمد ابراهیم تمامی بچه ها هستن اما شاهدی به در اینجا اگرون باید بگونه نیست از اصلیدین دوستی دعوت شد که با مرکز و کار بیاید نمیرفت. ما بارها کوشش میکردیم که بابا ایشان رو اقلا باید استیوارگاه، فرمانگاه، بیرون از کلاب یا بیرون از تاجیکستان راه کنیم نمیرفتم. میگفتن که هر نفسی که من در کلاب نفس بگیرم انا همین برای من استراحت است، فراغت است. ملت پرست بود اما بندگی درک کردن که تمامی ملت‌ها، قوم‌ها، وطن‌ها، دولت‌ها از شهر سر بشوند، از دیه سر بشوند، از کوچه سر بشوند. و باعث افتخار است واقعا هم تاجیک بودن و تاجیک کلابی بودن که من شما را استقبال می‌کنم. من هم میکشم ما اینجا یک چند توفه داریم و فکر میکنم بهترین توفه اکراز دست من هست. اون نفرانی که با کتاب علاقه‌مندی دارند میدونند همین کتاب را به گرمی از چاپخانه آوردن و نخست بالای آن محرر آن عمر شیخخان و من هم امضای خود را گذاشتیم. نخستین کتابی که از سیخ برآمد سرپرستی کلی کتاب را حکومت شهر کلاب بر عهده دارد. باور کنید هرچند ما بسیار کوشش کردیم که ما اقلاً بر این امر خیر خوش شویم، اکای بختیار گفتن که نه، اصلیدین راستی آبروی کلاب بود و کلابیا هیچ وقت نمیگذارن که که فرزند نوزمین اونا را سرپرستش دیگر باشد. ضمناً نخستین نسخه بر رئیس شهر کلاب محترم نظرزاده بختیار خدایار با نشان سپاس و عرض اخلاص از معرض کتاب امام شیخخان و سراش نمود. و هم رئیس ببخشید سپاسنامه گازت مردمی SSSR داده شد به نظرزاده بختیار خدایار برای دستگیری ژورنالیستان محلی.
ستون بر بام ملت قامت ماست و میدونی چرا ما میتوانیم. در اینجا ما چند سپاسنامه دیگر داریم که از استادان گرامی که در اینجا حضور دارند و یا نباشند حتما میرسونند. ما تقدیم میکنیم. سپاسنامه SSSR داده شد و یک نفر که زمان اخیر با قلم برای خود با شعرهای بسیار نشانرس خود که ناموسی زن تاجیک را حفظ میکنند و درد زن تاجیک را بر گوش مردان نوجوانمرد میرسونند همکاری دارند و همین سپاسنامه نخستین داده شد به خاصیت ولیزاده برای همکاری سپاسنامه دیگر ویژه ما داده شد به شاعر خلقی تاجیکستان استاد حقنظر غایی. من سرشونه دیدم بعد با استاد برسونم. همینگونه سپاسنامه ما داریم با رکتور دانشگاه دولتی شهر کلاب رحمان دلشاد سفربک. و هم سپاسنامه دیگر ویژه ما با یکی از دوستان نزدیکترین بابایشان اسدین رسانیده می شود که فکر میکنم بعد همین رشته سخن رو هم با اون کسب میکنیم. سپاسنامه SSR داده شد به احمد ابراهیم. و سیاست پیشوای ملت را درست با اجرا رسانید که این با منفعت مردم است. تشکر برای محفلی آغوسته، یک محفلی گرم، یک محفلی خوسته. تشکر از شما، تشکر از هفته‌وار SSR که خیلی لطف کردن این محفل را قرار دادن، سپاسنامه ها دادن به اشخاص ارزنده. باقی درباره انسانگری اصلین داستی که گفتم، من در این باره چیزی گفتن نمیخواهم چون که نصف شهر، نصف جمهوری، نصف دنیا این را میدانند و یک رادمرد ریتسر به روس‌ها میگویند. من این را استفاده میکنم. یک روز ما را دعوت کردن به ولایت سوخت و یک کاری مهم که گفتم اینجا از روزش نفر آمده ایستادن، گفتن شما میتوانید ما اینجا فرسته رفتیم و تاکید کردن که در 12 ساعت با اینجا باشیم که صاحبکاران و همان جبردیدگان جمع میشوند. ما سراسیمه بودیم، تیز رفتیم، ابهای فتح‌آباد رو گذاشته و سمت دوشنبه پایین میشدیم که یک گروه مردم آب میگرفتند با خر و عرابه و مثل اصل 19 آب میگرفتند و آب میکشاندند. اصلین دوستی رو گفت من کن. گفتم که ایشان نمیرسیم سر وقت و وعده خلاف بشیم. گفت که اینا در اینجا اذیت کشند و من تو رفته در اویسیتی استراحت کنیم. برای ما اونجا جا معین کرده بودن که یک هفته اینجا دم گیریم در یک آسایشگاه خیلی با نفوذ اویسی نو شده شده بود. گفت در اونجا رفته استراحت کنیم، در اونجا هم کار است. گفت که کار اینا مهمتر است، ما صاحب کارم هم میدونم. من کردم خب با احترام میکردیم. ایشون اصلین خیلی شخصی با نفوذ بود، خیلی شخصی محترم بود. هر نفری که باری اول هم رو میدید نمیشناخت یک صلابت در او احساس میکرد و از احترام کار میگرفت. حتی رئیس خیلی آوازه‌دار میرزا علی قربان علی باری اول وقتی که به خواجگی کس رفتیم از دور دید و ها بابایشون از فرزندش شاید شنیده بود اومده خیلی گرم با آغوش گرفت که میرزا علی با یک دست همراه همه سلام میکرد. ایشون رو با آغوش گرفت و بوسه کرد. من گفتم مثل پدرش بوسه کردی رئیس. و من را از فرزندم از سفر بسیار دوست می‌دارم.
نباشد ندیدم. و ما همونجا پایین شدیم از ماشین، همراه همین زنها، یکی اصلا زنها بودن و کودکان آب میکشوندن، هم صحبت شدیم همراه اینو به خانه هایشون رفتیم، دیدیم که در کجا آب گذرانده میشود که اینا آب ندارن، همگی 1-2 کیلومتر از شهر دوشنبه کنارتر. و همونجا 2.5 ساعت من شدیم. هر زمان میگفتم ایشون بیا بس رفتیم که دیر میکنیم، بعد خلاف شدیم، یک دو بعد خلاف همشنی مهمتر. و آمدیم چیزی نوشتیم، بعد اون کار اونجا بود شدم چیزی نوشتیم، بعد 1 ماه همه مردم با اشک چشم زنده گفتن که در خانه های ما ودپرواد کشیدم، آب داریم. حالا از 2 کیلومتر می آوردیم، از 1 کیلومتر، حالا در خانه هامون آب است. تشکر از شما. درودی پر از مهر استوری مردمی شرفمند کلوب و این سرزمینی که روی همیشه سرگردان و روی همیشه پریشان. من یک زن نمیدونم برای چی اینجا همیشه آرامش میگیرم. ما خیلی زیاد به کلوب میرویم. من فکر میکنم این بستگی، این رشته رو خیلی زیاد گره بسته است این خانواده، یعنی خانواده دوستیفا در سیمای سیاف میزراب شاید که اهل دیار بدانن، برنفرانی که نمیدانن بدانن که دیگر مرور زمان، حادثه ها و همه گیرودار زندگی اونقدر ما رو به هم دیگر پیچیده کرد که سیاف میزراب به صورت یک برادری خونی و جانی و یک لخت جگر به قول شما کلابی ها یک برادری لخت جگر شده است. و توسط سیاف میزراب من شادروان اصلیدین دوستیف را شناختم. در واخوری اول بسیار ترسیدم از این نفر، من کم از نفران میترسم. یک غرور، یک وقار، یک جسارتی که در واخوری اول من در سیمای اصلیدین اکای اصلیدین دیدم، جرأت نکردم نزدشون بروم. اما خیلی زود ما اونس گرفتیم با هم دیگر چی صحبت‌هایی داشتیم و چی درس‌هایی از این جوانمرد من آموختم و از همه مهمتر درس جسارت آموختم که باز هم خداوند شاید یک ذره جسارتی برای ما داده باشد. اون جسارت، اون درخت نیوالک جسارت خیلی زیاد چی میگم نگاه بین تربیت یافت از دستان شریفی اصلیدین دوستیف. همیشه به من میگفت که از هیچ نترس بچم، آدم یک بار زندگی میکنه و از همه بدبختترین، یعنی بدبختترین نفر اون نفری است که برای خودش یک نفری ترسو رو به دوستی بپذیرد یا کنارش بگیرد. نفری ترسو در حالت ترس مادرش هم میفروشد، همسرش هم میفروشد، دوستش هم میفروشد، هیچ وقت نترس. و این یک درس بود. و شب روزی که اکای اصلیدین از دنیا گذشتم 4 مصرع شعر گفتم درد دل من به 100 کتاب جا نشود، به درد ولی کلمه ایشاد نشود. فریاد زنم که رفتم باز آید، دانم که عزیزی رفته پیدا نشود. رویشان شاد باشد. تشکر از شما. مدرنیزور در زندگی پیره‌های خود را خوب باشد گنده باشد خودش انتخاب می‌کند. سالهای 75 وقتی که ما در تکنیک پتکنیکی می‌خوندیم، اکای اصلیدین قریب که هر روز بمردن و به مصلحت یکدیگر خیلی کازی سعی گفتن در اینجا یک تکنون در آب تر کرده با هم میخوردیم. در رسیدی بسیار یک دروی خوب است اگر همین با در خوابگاه زندگی کنیم. و بعدا وقتی که با خدمت حربی رفتن، بعد از خدمت حربی گشت آمدن سال 1979 باز همراه ما قریب 3 ماه تا ما اگزامین سپاریدن و کس هم بود کردن دیپلم گرفتن، یک دیپلم گرفتیم و کلوب برگشتیم. اکای اصلیدین ژورنالیست نبودن، او کس کورکنی تکنیکی بود و میلراتر بودن، مهندسی خوشگی او بودن، ولی شعرهای زندگی طرزی کرد که او با قلم درس زد، چون که از خودش می نوشت، از خودی رو بحث میکردیم. یک روبو داشتیم، همین روبو با می گرفتیم، وقتی که
مبلغ خوب میشید چارتو گفتن یک دهه بود رفته در همونجا بعض میکردیم شایمان اومد گفته میگذراندیم همین لینچوی کلام کلاندم مرا خروکه میدادن میوردیم در زمین بالای همین یک پروستین سفید تقسیمش میکردیم قندش جدا میکردیم نوش جدا میکردیم گوشت جدا میکردیم سیبش جدا میکردیم اصلا مردمی همین گرم در اونجا زندگی میکردم بسیار مردمی سخاوتمند بودن و من یادداشت درباره یکی از این بینویید بسیار البته در طوری که اون کس باز ژورنالیست شدن در سالهای استقلالیت و با هم میشیشتیم بسیار محفل‌ها را با هم میگذراندیم همدیگر را گوش میکردیم و اعتقاد میگرفتیم و بعضی نوشته‌های همدیگر و امروز من افتخار از آن میکنم که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب این اقدام نیک رو پیش کار گرفته است و شخصا به رئیس شهر تشکر میگیم و شهیدین میزراب و سیاف میزراب یک جهان تشکر که نام اینه که برادر خود را زنده کردن. البته کتاب منبعی هست که هیچ وقت گم نمیشود. کتاب را 1000 سال پس میخوانند و امروز من همه شما رو به این دربار به این محفل بسیار پرشکوه در این روزی سعید در این روزی که ما هم جشن وحدت ملی رو جشن میگیم و هم کتابی برادرمون رو معرفی میکنیم به همه شما تن صحت دکتر جان روزو مینم. تشکر زیاد. چون دیدم که همصنفای خداوندی ایشان اصلی بسیار میخوان صحبت کنند محترم رئیس خودشون اجازه دادن که یک نفر دیگه هم صحبت کنند. در اینجا هم اکرم اسلام است هم شما کس خواهند بیاید شما از نام همصنفا را یک بار گوش بکنید. نفره که هر نفر که عزت میگذارد باید همسالان و هم طبقان و هم کرسان و هم محفلان و هم قلمان و همکاران او را عزت بگذارد. این را من نگفتم، این حدیث پیغمبر است اما با دیگر اصول گفته شده است. ما 10 سال یک جا خواندیم. من گپی بسیار نمیزنم. او دلیر و تحمل پذیر بود. ای جهان آب و گیل، ای جهان آب و گیل، تا من تو را بشناختم 100,000 مهنت و رنج و بلا بشناختم. من اصل دینی بود. در میان کوهساران سخت جانم زاده ام، در ره کوهسار بهر امتحانم زاده ام، والدینی به نشانم چون نشانم زاده ام، در زمین بهر تلاش آسمانم زاده ام. او عاشق بود. عاشق چه شوی تیغ بسر باید خورد، زهری که رسد همچو شکر باید خورد، هرچند تو را بر جگر آره نبود، دریا خونی جگر باید خورد. اصل دین کل 64 سال خون جگر و برای منطقه بسید. تشکری بود. با اجازه شما ما این محفل نازنین را که با بابا ایشان اصلدین بخشیده بود و انشاءالله باور داریم که ایشان بسیار تقوادار بودن، روحش شد گردید و خیلی هم ما یک کتابش را برده در سر منزلش مانده در پایه سنگ خارایی که بالاش مانده است و خودی او تقدیم کردیم و گفتیم که هر نفر که نخستی شده با دعا میآید این کتاب رو میگیرد میخواند و ارواح نازنین اصلدین نازنین رو شاد میگرداند.